پیکت اعتراضی و نمایشگاه عکس از کارگران زندانیان سیاسی، بخشی از اعدامیا در مرکز شهر استکهلم در مینتوریت روبروی پارلمان سوئد. تعدادی از دوستان از جمله کمیته بین المللی دفاع زندانیان سیاسی و میشن فری ایران این حرکت رو ترتیب دادن. منم اینجام و دارم ازش فیلم میگیرم. دوستانی هستن اینجا دارن کار میکنن، دارن چادر رو آماده میکنن. ما تازه داریم چادر رو آماده میکنیم که این فردام و ادامه داره. پس فردام همینجا روز 20 به هر حال اکسیون اعتراضی داریم. چندین سخنران هستن و همین ساعت همین میدون 20 جون اکسیون اعتراضی. فیلمو دارم با دوربین میگیرم. احتمالاً یکم لرزش داشته باشه. دوستانی که میخوان نگاه بکنن شاید اذیت بشن. سعی میکنم که طوری فیلم میگیرم که تماشا کنندگان اذیت نشن. این حرکت آماده سازی است برای روز چهارشنبه 20 جون، روز بین المللی در دفاع از زندانیان سیاسی. با خواست زندانیان سیاسی آزاد باید گردد و به یاد قربانیان سال 60 خرداد 1360 و شهریور 67 دهه 60 در واقع، تاریخ جنایت جمهوری اسلامی، قتل عام انسانهای شریف و آزادی خواه، انسانهایی که حکومت اسلامی رو نمیخواستن، حجاب اجباری رو نمیخواستن، دین اجباری رو نمیخواستن و میخواستن آزاد زندگی بکنن. این تاریخ باید همیشه جلوی چشم مردم دنیا گرفته بشه و جنایت جمهوری اسلامی افشا بشه. اینجا امروز در شهر استکهلم ما میخواییم یه بخش از این کار رو همراه و همگام با مردم بقیه دنیا در تقریباً 28 کشور جهان و چندین شهر از این کشورها میخواییم همگام با اونا صدای اعتراض زندانیان سیاسی و فریاد زندانیان سیاسی آزاد باید گرده رو سر بدهیم.